مرحله از رشد همین باشه که تو خیلی چیزا رو میفهمی ولی دیگه خودتو درگیر نمی کنی. میفهمی راجبت حرف میزنن، میفهمی آدما ادا شدن و تظاهر میکنن. اغلب درون و افکار دیگران رو میبینی ولی دیگه به روی خودت نمیاری. همه اینا رو میفهمی ولی دیگه برات اهمیتی نداره، چون دیگه نه وقت این بچه بازی ها رو داری و نه حوصله‌ش رو. فقط جایگاه هر کسی برات یادآوری میشه و در نهایت تمرکزت برمیگرده به زندگی و هدفهای خودت. مرحله از رشد همین باشه که تو خیلی چیزا رو میفهمی ولی دیگه خودتو درگیر نمی کنی. میفهمی راجبت حرف میزنن، میفهمی آدما ادا شدن و تظاهر میکنن. اغلب درون و افکار دیگران رو میبینی ولی دیگه به روی خودت نمیاری. همه اینا رو میفهمی ولی دیگه برات اهمیتی نداره، چون دیگه نه وقت این بچه بازی ها رو داری و نه حوصله‌ش رو. فقط جایگاه هر کسی برات یادآوری میشه و در نهایت تمرکزت برمیگرده به زندگی و هدفهای خودت.